الله جل شانه جزای خیر بده، الله جل شانه عفو کنه و به قبر شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه نور ببارانه که امروز دنیای مسیحیت و مجوسیت و هندونیسم و دنیای روافض و دشمنان ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و معاویه که نام شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله رو بشنوه وضوی نام میده میشه، ایمان نام بلرزه میشه، غیرت نام از بین میره و منافقت خود جا در جا ثابت میدونن. محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه وقتی که در سعودی قاضی حکومت سعودی شد، نماز آمد دید که در کنار کعبه مکرمه 4 دانه مصلا، 4 دانه جای نماز انداخته است. در نماز عصر 4 جماعت میشه، شافعی 1 جماعت، حنبلی 1 جماعت، مالکی 1 جماعت، حنفی 1 جماعت. 4 مذهب پشت سر یکدیگر نماز نمیخونن. در نمازشون 4 جماعت، در نماز خفتن 4 جماعت، در نماز صبح 4 جماعت. به یکدیگر دختر نمیدن، از یکدیگر دختر نمیگیرن. ببینیم که چقدر تعصب. فورا حکومت امر کرد وسط جای نماز جمع یک طرف، هر 4 مذهب پشت سر یکدیگر نماز بخوانند. بزرگترین خدمت به دین کرد. اگر این کار نمیکرد امروز 4 مذاهب هم رسوای جهانی میشد. چرا؟ وقتی که قرآن میگه حتی دختر اهل کتاب برای تو جایز است که تو بگیری، اما دختر شافعی و تو جایز نیست که بگیری، از حنبلی جایز نیست که تو بگیری، در صورتی که نمازش یک چیز، یک الله را عبادت میکنه، اتباع از یک رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنه، یک جهت استاد میشه. این چی بوده؟ این نواقض علمی بوده، نواقض عقیدوی بوده، مشکلات بوده. پس ما چیکار بکنیم دوستان عزیز؟ ما حنیفیت چیست؟ که ما هر عمل که از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و زندگی صحابه ثابت شد، گیر باز دیدگاه امام ابو حنیفه رحمه الله رو به عبارت که دیدین که مخالفت به ایسا آدرس نداشت، موافق بود، باز عمل میکنیم این مذهب است. اگه رفع دین میکنیم سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، دست بستن روی سینه سنت رسول الله است. شاه ولی الله دیلوی رحمه الله یکی از دانشمندان مکتب احناف است. او میگه که والله قسم نماز با رفع دین افضلتر است نسبت به نمازی که ترک رفع دین میشه. اما چه کنم که ملت ها نمیدونن؟ چون اون متعصب نیست، محقق است. یک متعصب داریم، تعصب از جهل برمیخزه و تحقیق از مراجع علمی و مراکز علمی و مرکز تحقیق و بصارت. پس ما سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل بکنیم. فقير في الحياة من الصحاب.